لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. از دو جانب چی پدر و مادر عروس ها و کلن ها باشد، چی پدر و مادر این شاه داماد ها باشند، با تمام قبیله این خراجات و این صرفیات همه این به یک خاطر است که اینها عمری با برکت بینند، بین اینها زندگی خوشبختانه باشد، دایم در زبان در لبهای فرزندان چهره هاشون تبسم هویدا باشد، هیچ وقت اینها دیدار و شنیدن و گمان و خیال آن روزی را ندارند که روزی برای تلخی زندگی دختری آنها گریه کند و شکایت بکند. همه به یک آرزو که خدا فرزند ما نکاح میکنیم تا اینکه زندگی با برکت بود. همین دعا را رسول خدا صلی الله علیه و سلم در عقد نکاح میخواندن برای آن مخلص و محبایی که به نکاح دعوتشون میکردن، میگفتن برای هر دو شما و برای شما خدا برکت عطا کند و در عمل خیر جمع شدن برای شما نصیب کند. این خیلی یک معنی واقعا وسیع دارد که امروز مسلمانی هست که شاید چندین مراتبه به زیارت بیت الله رفتن، حافظ قرآن شاید باشند، شاید بعضی از علمها هم دانند، شاید روز نماز قضا نکرده باشند، با همسرشون تا بهادر در 40-50 سال در عمل ثواب و خیر جمع شده نمیتوانند. یک توی عروسی فرزند، یک گهربان کردن نبیرشان اونها را از راه شریعت بیرون میکنند. شاید پدر میگوید که ما باید محفل و مجلس توی عروسی فرزندامون همه خیل برگزار کنیم که خدا و رسول از ما راضی باشد، اما مادر شاید پافشاری میکند که نه مردک جانه که خیلی توی اولی فرزندامون یک حافظ بیار که گوش و معنی مردم خیره دیگر. اگه یک طرف خانه که چیه $50,000 و $100,000 هر کار میکنی، $10,000-20,000 خراجات کردن برای پسرها چیه که یک طرف خانه ده همه را جمع کنی و یک حافظ بیای برای خاصه هاش طرف خانی کند و مردم در اوجا فسق فجور انجام بکنند. مسلمانان نماز میخوانند، از اهل ایمان رمضان با تمام گرمش روزه میگیرند، اما در یک توی عروسی فرزندشان الکی خدا و رسول فراموش میکنند. همه که حساب کنید 2-3 ساعت است. بعد از اون نامه اعمال پر از جنایت و سیاه است. برادرای گرامی، هر پولی که میگیرین و صرف میکنین پگه حسابات دارد. یک دوستی عزیز رفیق نزدیک داره در حساب پلاتای پرزیدنت کار میکنه و یک کارخانه میگه به مکتوب رفتیم، مکتوب در کاتبه دادم که برای رئیس نشان ده که ما را قبول کند که ما برای تفتیش آمدیم. 10 دقیقه پس کاتبه میبره زار گریه میکنه، میگم چیکار کرد؟ میگه مکتوب رئیس ماخانو از دنیا گذشت. با یک مکتوب خواندن اینقدر قلب دیگه طاقت ندارد. آیا فراموش کردین آن روز دیره که رسول الله گفت من این اکتسبه و فی انفقه؟ الله پگه از تو میپرسه این پول از کجا به دست آورده و در کجا صرفش کردی؟ چی جواب داده میتونیم؟ گوییم که ما رستوران کردیم، ما حافظ و رقاصا آوردیم، ما زنای حلال خودمان و دخترامون و خواهرامون در بین مردکای بیگانه ماندیم و رقص کردند و اینا تماشا کردند. حسن بصری میگفت خرسندی من، خوشحالی من، بهترین لحظه زندگی من همون ساعت است که خدا از من راضی است. خوشحالی ما برای رضایت پروردگار است. ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. حضرت ابراهیم شعارش برای تمام ما پیروان قرآن است. فقط نماز و روزه ما نه، زندگی و حیات و مرگ ما باید برای پروردگار عالمیان باشد. هرچی خدا میخواهد همون باشد، چیزی مردم میخواهد نه، چیزی رفیقای ما میخواهند نه. رفیق فقط در قبر تو نمیدراید. هیچ نفر فردا برای تو شفاعت کرده نمیتونه وقتی پروردگار تر در مؤاخذه خود گیرد. هیچ نفر، حتی همسری تو، فرزندی تو، برادری تو، پدری تو، مادری تو، کسی برای تو روز قیامت نمیتونه تو از حسابات پروردگار خلاص کنه. شما تصور کنید الله پگه میپرسه، نام تو میگیره که رسول خدا روایت صحیح است، میگه روز قیامت پروردگار به هر یک بندش به ترجمان گپ بزند. در محکمه سودی بین خودت و خدا کسی نیست.
نامه کو گابزار ای پول داد ما تو فکر کردی این مال و سراد حساب خطای با مانند تو زیبا با مانند تو قد بلند با مانند تو انسانی خوب بسیار بود. چرا آنها بیچاره محتاج یک نام بودند و تو خدا میگه من ملیان رو دادم که بگو در کجا صرفش کردی خراجات چه کجا کردی هم درآمد و هم برآمد حسابات در نزد پروردگار خوشا به حال آن مسلمانی که درآمد و برآمدش حلال است درآمد و خراجاتش از حساب درآمد حلال است بیرون بشود با آسمان میزند پاش گرد از ثوابش نمیماند گریه و ناله میکنه پروردگار کجا شد این ثواب ما بله چه ثواب داشتی نه که پنهانی رو برا چه شرمندگی است او روز خدا نشان دادند در بین عالم محشر مردم نامشو گیرن فلان شاید قاریه داملای حاجیه ایشانه فلان چه این ثوابش هم از بین رفت چرا ما رو نصیحت و موعظه و قرآن خوانی بکرد امروز هیچ ثوابی ندارد میگه زیرا پشت پرده این جنایت میکرد رسول خدا رو پرسیدم که صدق و گناه کی هستند ما رو یا واسه شو بگو آخی ما شناسیم از این گناه نباشیم که این مانند شما انسان است از نفس شما هستند شبها شما خواب تهجد میخوانند اما با پنهانی رفته عمل زشت گناه میکنند جنایت میکنند معصیت میکنند برای این برادرای گرامی همه حرامیایی که امروز مردم در لذت داده حلالش در خانه تانه غیرت و جرأت دارد مرحمت همون نفرایی که امروز به همه قدر جنایت ها به زنهای بیگانه اینقدر میل دارند باور که اگر نامحرم و اگر از همون کلم پرسی هفته هاش که در همون جاگهش خواب یه بار قرار است یگان بار نزدیکش نمیشود اما زوریش به همون قد کوچه نشان میدهد او قدر زوری او غیرت داری مرحمت حلال و تازه پاکیزه در برد ماندگی اقل دول البصر احسن للفرج پیغمبر خدا گفتن پاک و پاکیزه تو رو نگاه کنید فتوای رسول الله ببینین و من لم یستطع فعلیه بالصوم ولی بعضی سوال میشه خیلی حضرت پول نداریم زنگیریم چیکار کنیم بعضی جوانا راههای دیگر میکنن اما فتواش رسول خدا دادن که روزه بگیرن نخور رسول الله چه نیمونه فهمن روزه گیرد گفت همون جوانی که ولی شرایط ندارد برای خواهد پاک بماند تازه بماند از تمام جنایت و معصیت تازه و پاکیزه جوانی خوب باشد باید روزه بگیرد زیرا روزه او رو نگاه میداره شهوت چه میشکند بعضیا میگن روزه میگیریم نمیشکن تو روزه گیری برادر عزیز روزی درست دختری لیش تماشا کنی از کجا او روزه تو رو تاثیر میکنه روزه گیریتی با امید آن باشه که بار الهی این عبادت است پیغمبرت راهنمایی کرده است خدایا اگه همین مرا از همین راه بد بگردم عبدالله ابن حذافه رو وقتی که هرقل اسیر گرفتن دختری فاحشه پیش آوردن پرتوفتن در پیشش گفتن اگه این مسلمان زنا کنه بگش دیگه اراده شد دیگه ایمانش ضعیف شد و همه که ما را قبول کند حضرت به خدا مناجات کردن گفتن پروردگار این جسد ایته شهوت هم در اختیار توست خدای ما را موقتا شهوت از کار ببراد که به همین نظر نکنم من دعا قبول شد تا صبح از دست این زن چی کاری نآمد به نزد او رفت چیکار کردی؟ گفت مرا خدیم مرد توی همراه کردی یا زن همراه کردی؟ او پروا ندارد که در بری وی زن باشد توانستن اینها به همین راه روانه به ما و شما یک نمونه زندگی ما شود وقتی برادرای گرامی برای فرزنداتون کلن میکوین از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بپرسید که ما با چگونه دخترها خدایی کنیم تا اینکه کلن ما شود یا زن میگیرین مرحمت امروز چرا بعضی از برادرای از زن میگیرن دو زن میگیرن نگاه میکنی زن میگیرن نمیشه طلاقش میکنن اکثر اینها راهنمایی رسول خدا که زن نمیگیرن پیامبر صلی الله علیه و سلم اختیار کردن همسر برای ما در روایت امام بخاری گفتن تنکح المرأة لأربع لمالها لحسبها لجمالها لدینها فاظفر بذات دین تربت یداک امام بخاری در روایت میشه رسول خدا گفت در هر دور و زمان مردها وقتی بخواهند زن بگیرن از 4 خصلتشون انتخاب میکنن یکی از روی مالداریشون خیلی لکسوس داشته باشه خونه داشته باشه ماشین داشته باشه با یک کارتک دیگه داشته باشه خورده بگرده مای با ایسو ببای در روایت دیگر آمده است که من تزوج امرأة لمالها لم یزده الله الا الفقر هر کسی اگر زن به خاطر مال و داراییش اگر بگیرد از این فقیرتر خداوند بگرداند دعای بد رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که از همه زندگی جوانمردی هم میمونی دیگر
بعضی نفر است که از روی جمالش میگیرد، زیبا باشد، خوشرو باشد. خب بعضی نفر است که از روی حسب، پشت پدر، بابیش، اکاش، امکی، دختری فلانچه، جان فلانچه، نمونه تاجیکستان باشد بگن دماد فلانچه های است. از همه عزت و آبرو تام میمونیم. اما رسول خدا چی گفت؟ گروه از روی دینشان میگیرن. حیا، تقوا، خدا ترسی. زن را میگیرن که به مردی بیگانه گپ نمیزند. امروز زن را میگیره که در دست تلفن آیفون 10 دارد، در داخلش چندی گروه ها قطعی او رابطه دارد. با تو میخواهی که اون زن فرمانبردار را اطاعت کننده تو باشد، ناموس تو را پایمال نکند. برادر گرامی، زن را انتخاب که رسول خدا گفت که حیا دارد، تقوا دارد، پرهیزگار است، از تو نه از خالق تو میترسد، از پروردگار تو میترسد، هیچ وقت در فکر و خیالش نیست که با مرد بیگانه گپ بزند. از همین زنها طایفه گرفتن میشه و زندگی ما با برکت، میشه فرزندای صالح. همه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سوال میکنند، چندین سالها پیشتر از دامولها سوال میکردند، بسیار سرگردان کردند که مادر ابو حنیفه چی نام دارد. اگرچه عمر سربازی در فتواش آورده که امت الله فاطمه خیر النساء، اما نگفته کدامش. هر چی باشد، چرا پنهان بود؟ بعضی ها میگن خاطر آن بود که مادر ابو حنیفه رحمت الله علیه شرم میداشت که نام وی در زبان مردای بیگانه چرخ بزند. از چنین مادری که نامش پنهان میکند که باید مرد بیگانه در زبانش نگیرد، آخه ابو حنیفه تولد نشود، دیگه کی تولد بشود؟ از سایه دیوال دیگه قرضدار پرهیز میکند. از گوسفند گم شده که نفر سوالش کرد که حضرت امامه، آخه یک گوسفند داشتم دزدیدم. بعد ایوه خیلی فتوش دادنش، بعد یک چوپان میپرسن گوسفند چند سال میبینم، تو خیلی چند ساله که گم. همه قصر سال میگه از مجلس و محفل های مردم احتیاط بکرد گوشت گوسفند نمیکن. تقوا به این درجه رفته که دیگه ببینید زندگیش همه پرهیزگاری حساب مادر است. برادرای گرامی، همین مادر اگر خوب زندگی زنی پاکیزه و پاک دامان باشد، فرزندای خوب تون میشه. اشاره قرآن در سوره اعراف هم هست که زمین ها مادرهای پاکیزه و مانند زمین پاک هم براتون حاصلای خوب میتیم. خداوند دعا بکنیم که این کلمای محترم از همین طایفه دخترچه‌های با حیا باشند، از خاندان با اصل، از خاندان با نسب، از خاندانی که بنده خدا و امت رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشد. دوباره دعا میکنه که با مثل پدرشان برای دادرای عزیز پروردگار با فرزندهای صالح و